سلام به شما شنونده عزیز، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به منابعی که فرستادید در مورد برآورد هزینه پروژه. مخصوصا توی حوزه ساخت و ساز که خب خیلی هم بحث برانگیزه معمولاً. سلام، بله حتما موضوع خیلی مهمیه. هدفمون اینه که نکات اصلی این منابع رو بکشیم بیرون، ببینیم مثلا پیش نیازهای یه برآورد خوب چیه و اون فرایند معروف 12 مرحله‌ای که میگن ناسا و GAO هم تاییدش کردن چیه داستانش. دقیقاً. ببین اولین چیزی که واقعا توی این منابع هم خیلی روش تاکید شده اهمیت دقت توی برآورده. یعنی اصلا شوخی بردار نیست. و خب اولین شرط لازمش هم اینه که محدوده کار، یعنی همون اسکوپ، کاملا شفاف باشه. من به شما هم مثال خوبی زده. میگه آقا نمیشه هزینه یه برج رو تخمین زد بعد ندونی این قرار 15 طبقه باشه یا مثلا 25 طبقه. منطقیه دیگه. کاملا. و جالب بود که میگفت همین محدوده کار روی استراتژی اجرا هم اثر میذاره. مثلا اینکه قرارداد EPC هست یا EP یا چیز دیگه. درسته؟ دقیقاً همینطوره. یعنی استراتژی اجرا، اینکه خودمون میسازیم میدیم بیرون، کلید در دسته، اینا همه را هزینه تاثیر داره. و خب مشخصات دیگه هم هستن. نوع پروژه چیه؟ نفت و گاز، ساختمون، ظرفیتش چقدره، کجا قرار ساخته بشه، زمان بندیش چیه، اینا باید باشن. یعنی جزو پایه‌های اصلیه. نباشه انگار از اول کار میلنگه. همون مثال دیوار کج که تو منبع بود. دقیقاً. یه نکته مهم دیگه هم بحث تیمه. تیمی که میاد برآورد میکنه. آها، تخصصشون. بله. اینا نباید فقط میدونی دور هم جمع شده باشن. باید واقعاً تخصص داشته باشن. تو زمینه زمان، هزینه، ریسک، تحلیل بلد باشن. این خیلی مهمه چون مستقیم وصل میشه به بحث بعدی که دیدن ریسک‌ها و فرصت‌هاست از همون اول کار. آفرین. چون منبع هم اشاره کرده گاهی پروژه‌ها یه سال بعد تازه به مشکل میخورن. چرا؟ چون ریسک‌ها رو اولش ندیدن یا جدی نگرفتن. خب برای اینکه این اتفاقا نیفته چی کار باید کرد؟ مستندسازی خیلی مهمه. تمام فرضیات، منابع داده‌ای که استفاده شده، تصمیمات کلیدی که گرفته شده، همه رو باید ثبت بشن. این فقط برای بایگانیه یا کاربرد دیگه‌ای هم داره؟ نه، فقط بایگانیه. ببین این مستندات بعداً میشن مبنای شما. اگه اختلافی پیش بیاد، اگه تغییری لازم بشه، یا مهمتر از همه برای اینکه بفهمی عملکرد واقعی چقدر با برآورد اولیه فرق داشته. همون بیسلاین که میگن. دقیقاً. خط پایه یا بیسلاین. و البته خب داشتن ساختار شکست کار WBS هم که دیگه لازمه این کاره. یعنی پروژه رو بشکنی به اجزای کوچیک‌تر که قابل برآورد باشن. بسیار عالی. خب این از پیش نیازها خیلی هم منطقی بودن. حالا بریم سراغ اون فرایند 12 مرحله‌ای که منبع معرفی کرده. چطوره به جای لیست کردن مراحل رو یکم موضوعی تر ببینیم؟ فکر خوبیه. مثلا مراحل اول تا 4 بیشتر فاز برنامه‌ریزی و آماده سازیه. موافقی؟ بله موافقم. چیا رو شامل میشه؟ خب اولیش اینه که اصلا هدف از این برآورد چیه؟ برای مناقصه میخوایم، برای بودجه بندی داخلیه؟ این باید مشخص باشه. بعدش برنامه‌ریزی کلی و انتخاب یه استراتژی برای برآورد. بعد ویژگی‌های اصلی پروژه رو مشخص می‌کنیم و همون تیم متخصص رو تشکیل میدیم. تیمی که واقعاً کار بلد باشن. دقیقاً. و آخرش هم انتخاب روش برآورده. مثلا روش پایین به بالا که تو ایران خیلی رایجه. یعنی هزینه تک تک فعالیت‌ها رو در بیاری، جمع بزنی. یا روش‌های دیگه مثل پارامتریک یا آنالوگ. خب بعد از این آماده سازی اولیه وارد فاز تحلیل و کار با داده ها میشیم دیگه. مراحل 5 تا 8 فکر کنم. درسته. اینجا اول میایم مفروضات پایه‌ای رو تعریف می‌کنیم. مثل چی مثلا؟ مثل نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت حاملای انرژی، چیزایی که فرض می‌کنیم در طول پروژه ثابتن یا یه روند مشخصی دارن. بعدش میریم سراغ جمع‌آوری داده‌های واقعی از پروژه‌های مشابه، قیمت‌های بازار، اینجور چیزا. مرحله 7 یه کار جالبی می‌کرد. یه برآورد سریع و مستقل انجام میداد. درسته؟ بله، بهش میگن پوینت استیمیت. یه تخمین سریع میزنن و با برآورد اصلی مقایسش میکنن. مثل یه جور چک کردن اولیه است که ببینی اصلا پرت نیستی. جالبه. و بعدش هم تحلیل حساسیت. این یعنی چی دقیقاً؟
تحلیل حساسیت یعنی ببینیم کدوم یکی از اون مفروضات یا ورودی‌ها بیشترین تأثیر رو روی نتیجه نهایی داره. مثلا اگه نرخ ارز 10% عوض بشه، هزینه کل چقدر تغییر میکنه؟ یا اگه قیمت فولاد بالا پایین بره. آها، یعنی میفهمیم که پاشنه آشیل برآوردمون کجاست، روی چی باید بیشتر حواسمون باشه. دقیقاً. خیلی کمک میکنه که بدونی ریسک اصلی کجاست. خیلی خوب. و میرسیم به مراحل آخر. 9 تا 12 که فکر کنم دیگه بحث ریسک و نهایی سازی و اینهاست. بله. مرحله 9 تحلیل ریسک و عدم قطعیته. این دوتا رو باید از هم جدا کرد. چه فرقی دارن؟ ببین، ریسک ها معمولاً چیزایی هستن که میتونیم شناسایی کنیم و حتی احتمال وقوع و اثرشون رو تخمین بزنیم. مثلا احتمال تأخیر پیمانکار. اما عدم قطعیت ها ناشناخته ها هستن. یهوی قانون جدید میاد، یه اتفاق غیر منتظره میفته که خب پیش بینیشون خیلی سخت‌تره. دقیقاً. تو این مرحله باید برای هر دوتاش فکر کرد. یه مقدار پول کنار گذاشت به عنوان اندوخته احتیاطی یا کانتینجنسی و سناریوهای مختلف رو دید. همون تحلیل چه میشود اگر یا واتیف. فهمیدم. خب بعد از تحلیل ریسک چی؟ مرحله 10 دوباره مستندسازی، ولی این بار کامل و جامع. همه چی باید ثبت بشه توی یه پایگاه داده. مرحله 11 ارائه نتایج به مدیریت ارشد. باید شفاف توضیح بدی که این عدد از کجا اومده و چه ریسکایی داره که تایید نهایی رو بگیرن. بله. و مرحله آخر 12 که خیلی هم مهمه ولی گاهی فراموش میشه، به روزرسانی برآورد. آها، چون پروژه تغییر میکنه. دقیقاً. پروژه یه موجود زنده است. شرایط عوض میشه، قیمت‌ها تغییر میکنه، محدوده ممکنه کمی جابجا بشه، برآورد هزینه هم باید متناسب با این تغییرات آپدیت بشه. نباید یه سند مرده توی کشو باشه. کاملا منطقیه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این منابع دارن میگن برآورد هزینه یک کار علمی و مهندسیه، یه فرایند دقیق و ساختاری یافته است. اصلا حدس و گمان نیست. دقیقاً. خلاصه کلام همینه. باید محدوده کارت شفاف باشه، تیمت متخصص باشه، ریسک ها و عدم قطعیت ها رو ببینی و براشون برنامه داشته باشی، همه چی رو دقیق مستند کنی و یه متدولوژی مشخص مثل همین 12 مرحله رو دنبال کنی. اینجوری برآورد هزینه میشه یه ابزار واقعا قدرتمند برای تصمیم گیری، برای کنترل پروژه. بسیار عالی. خیلی ممنونم از این توضیحات کامل و کاربردی. امیدوارم برای شما شنونده عزیز هم مفید بوده باشه و یه دید بهتری نسبت به پیچیدگی‌ها و البته اهمیت برآورد دقیق هزینه پیدا کرده باشید. حالا یه سوال که شاید جالب باشه بهش فکر کنید. به نظر شما اگه از این 12 مرحله فنی بگذریم، مهمترین عامل فرهنگی توی یه سازمان چیه که باعث میشه این اصول واقعاً رعایت بشن یا برعکس نادیده گرفته بشن؟ تعهد مدیران، شفافیت یا شاید یه چیز دیگه؟ با این فکر تنهاتون میذاریم.